پند و اندرز از لقمان حکیم. آن که اشکهای یک کودک را نخوش کند خود خواهد گریست. دوستان را در خلوت سرزنش کنید و در ملال آن تحسین. با مردم با غرور و تکبر رفتار نکن. از مردم روی نگردان و با آنها بی‌اعتنا نباش. راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار. دوست را در هنگام سختی آزمایش کن. با بدان و جاهلان هم نشین نشو. با دانشمندان همراه باش. در کسب و کاری نیک جدی باش. بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد نکن. با عاقلان ایماندار همیشه مشورت کن. سخن سنجیده را بیان کن. دوست و یاران را احترام کن. با دوست و دشمن خوش اخلاق باش. خرجت را کمتر از درآمدت داشته باش. جوانمردی و گذشت را پیشه کن. تا می توانی با مهمان مهربان باش. در هنگام سخن گفتن متین و آرام باش. با کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن خودت را عادت بده. ناآموخته استادی نکن. همیشه در یاری و کمک دیگران باش. با ضعیفان و کودکان سر خود را در میان نگذار. خطا کرده از اصلاحش سر مپیچ. آنی که روح افتاده شده است پیش از مرگش فوتیده است. برای آنی که به آینده برسه از گذشته آموز. انسان موجود عالی است که به همه چیز عادت می کند.